از حضرت مولوی یک قصه براتو بکنم که عادت کرده ای دیگه. بعضی برادرها ختم و دعوا میکنن که امروز شما این مولوی خونده نشد و برای زکاخر شدگیان، گسترانوم شدگیان، حالا که هم بلازت چیزی را چشیدی دیگه دویم در طلبش میشوی. حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف، یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بریز این رازی سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کیستان مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کیستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خیچ زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید، موری به حد کلان، همین قدر کلانه بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید، به همین درجه بدوایی بود، بسیار با حیبت. مور خودش چیزی با حیبت های، شاید یکون اناکوندا دید است توخی. او همه مرده گمان بردش ولیک، زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ شده بود است. این مور رو حیوانهای خزنده می دونه یک کرخت می شوان اگر خنک شود. کرخ شده ای خلکی را ای خیالی کرده است مرده است. خشو نگهش نمیکنه گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت، سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گری در یک خلطه کلان بارش کرده، در عرابه بستش کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا اکا. مردم در حیرت میمونه. جمع آمد 100,000 ژاژخا، حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدم بیکارخوجه بسیار ای اوازه شد. یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن. میگن مارگیر اژدها آورده است، بلعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مارگیر اژدهایی بسیار بدوای ما آورده است، خوب ببینیمش چه خیله. اژدها که زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بولاش لطپته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتم ای مردم پول جمع کنم افته کم. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاطی سرد. آفتاب که تافتش آفتاب بغداد آسته کرختیش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها برخیش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکرد واقعی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار، گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق در هزیمت بس خلایق کشته شد. از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فغان شد. این خونه سوخته زنده به دست گفته. مردم همدیگر را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگر را لغت کردن. اگر هم یک فتنه شود تو میدونه که چکل میشود. دیگه سری راه مردم گرفتن نمیشود. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مارگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت، ایچی بلا به تو آوردی، ایچی کاری به تو کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را، سهل باشد خانخواری حجاج را. در پیشش ایستاده دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطید هم مارگیر بود. این چند ماه طعام نخورده است آخی در حالت کرختی. همین اول همین را گرفت کرد. مورای کلون در بکشم کو. خیش را بر استون پیچیده بست، استخوان خورده را در هم شکست.
بعد به عادت ما را خچه در یک ستنی غوث پیچون اما یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم ما همه خورد و میده شد. ببینید یک فتنه اکو مار بسیار نمیخوره، همه یک آدم خورد سیر میکنه، یک هفته دیگه شاید بگرده، اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد. هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای به معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز از فتنه احتیاط کنید، از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس همه ما هم که آدم مشیر خام خورده ایم دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه، باور نکنه. دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، علمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیزی میخواهی بخری، چی نوعی میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم، مخصوصا جوانان بسیار احتیاطکار باشه، در همین جاده بسیار احتیاطکار باشه که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمان ها انجام میتن نیست، نبود، مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیاد که همه را در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را و در پیش مسلمان ها بتر کنه؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنی برادر عزیز، پیش از اون که به کار میروی مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشه که انمو مثل انمو مار برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه ها یاش گرم کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید 30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تیز نمیشوند. حال زار عراق ببینید، در ترس حراس باشه که بازار میرم که یکی یگان کس خشب بکفونه. از برای خدا همین اسلام است؟ مسلمان نخواه خشب بیاره در پیش مسلمان ها بکفونه؟ کجای اسلام است؟ مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته، در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایرا نداریم. اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است. کشتن مرد مسلمان اگر تو میدانی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است. خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است.
ما حق نداریم این کارا کنیم از برای خدا. تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما و شما را فند فریب میکنن، در میان ما نمیدونم بمبا و گرانت هم میبندن میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دومانگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد. برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتاب فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان، مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند، مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردم همون قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارند که اهل اون قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمان اسیر نباشد. این شما میفهمید که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است، در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبمودا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده، زود صدی راه شوه، زود این راه من کنه که خدای نکرده مثل همو کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحب هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب و دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبامون جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار حقیقت از باطل برامون آشکار ساز، نگذار که فند فریب دشمنان اسلام اخریم و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. عقب و قیمانده قصه مونه میگیم. حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش در هاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکنی که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همون امکانیت نداشتن، مثل که مار کرخت میشود، کرخ شدگی است. کیرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کیرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشود، انا بس شروع میکنه کورا. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقتی فقیرشون نمازخوان بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟ جبر و ظلم دولای مردم را رو میبینن. زیاد دیدن. ببینه کیرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. تو طمع داری و باور داری که به یگان مشکلی این نفس هم میگیرم میبندم،
مثل که مارگیر ما را بسته بود. هر خسی را این تمنا کی رسد؟ موسی باید که اژدرها کشد. به هر خور خس این تمنا نمیرسه. برای این اژدها را کشتن موسی در کار، شخص بنده خدا در کار، اولیای خدا، دوست خدا، یا کسی که محبت به خدا در وجودش آنچنان مستولی است که دنیا را پشت پا میزنه، به هر کس میسر نمیگردد. در سر دسترخوان شیشته که آواز از آن شنیدی، این نفس میموند. یه بچه این آش افغانی بدست بزن، آش هر روزی تری آش میسر میشوه. بعد خیلی نماز خطبه در همینجا جماعت میکنیم میخونیم، همین خیل نیست؟ همین که شد بفهمم او اژدها در کار درآمد. اناکوندا حرکت کرده است، اشته در سرت بگی. برای او را افسرده کردن، برای او را رام کردن مرد بدن در کار، جوان مرد. با شیر مردیت سبگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. راستی که موضوع خشوع یک کم دیگر شما انشاءالله خیلی هفته دیگر هم هفته سوال و جواب قرار میتیم. من برای همین سوال و جواب نمیکردم، هم سوالیانی در روز یک سوالم یک ساعت میره و با تمام نمیشه. همین قدر کوشش میکنم که سوال را کوتاه‌تر جواب بدم، نگی افسوس که نمیشه. هست پرینتر هست تایر، بدونی نه؟ ما سپرینتر نیستیم، ما تایریم. این سپرینترش هم 100 متر میدوه، تایرش بعد همون ماراتون میدوه و 1 کیلومتر و دیگر. نه که انشاءالله خیلی کوشش میکنیم هفته آینده که کوتاه‌ترش بگیریم. افسوس صد افسوس که به همین یک جمله و 2 جمله جواب گفتن بر خود مناسب نمیدونم، زیرا که انسان قانع نمیشوه. ولی در تلفن هم کار با همین خیل است. زنگ میزنم، بعد بعضی برادرم میفهمونی نمیفهمی که با کی گپ زده است. یک جاهلی ابله هست. یک برادر دیروز زنگ زده است، دوملو میگه 4 کتاب خونده استم. صاحب کتاب گفته است که شرح این هر 3 نوع را گویم، زان که چوگان شرع را گویم. ما همه دور گرفته استیم، فهمونده استیم که برادر چوگانش کلیوشکا میشوه. برای آدمایی که تاجیکی را نمیفهمند، چوگان کلیوشکا ایتا منتظر اینه که بیست بفهم. آخه معنای لغویش فهمونده است، ولی معنای شرعیش خفا میآید. عجب گپای میزنی دوملو. کلوشکا در اینجا چی دخل داره در فقه؟ من که گفتم گپای درست میگم، نه که تو عجب ابلهی هستی، صبر طاقت نداری. آخه رو درگور کلوشکا که نباشه تو پچخل به هدف میرسونی. مقصد که تو صبر کن، میگه به عقل تو صبر کن، مثل که با کلوشکا همون توپ به هدف میرسونن، ما هم میگه با واسطه انمی اثرم تو را به هدف میرسونم، شرحت میتون برات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا رب. هشام ابن عبدالملک پادشاه بنی امیه، یکی از پادشاهان بسیار قوی است، پسر عبدالملک ابن مروان، با خاطر زیارت خانه خدا به مکه مکرمه آمد. امر کرد به وزراش، گفت ائتونی برجل من الصحابه، یکی از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کنید، نزد من بیارید، صحبت کند، از زمان پیغمبر حدیث های پیغمبر از زبانش بشنویم. گفتن یا امیر المؤمنین، ما تو ای امیر المؤمنین. گفتن نیستن دیگه، صحابه نمونده است، صحابه همه دنیا را دیگه بدرود گفته و رفتن، به رحمت خدا رسیدن. گفت فمن التابعین، مادام که از صحابه ها نباشد، از میان تابعین یک عالمه اختیار کنه. تابعین کسایی را میگن که صحبت شاگردی صحابه ها به اونا میسر شده است. یک نفر از کبار تابعین حضرت طاووس یمانی را پیدا کردن. گفتن امیر المؤمنین هشام ابن عبدالملک ترا به حضورش دعوت کرده است. آمد حضرت. آمد، وقتی که نزد پادشاه می‌آمد کفشا را کشید. در حضور پادشاه کفش نمی‌کشیدند، ممکنه به جنایت بکشیدن کفش.
بعضیا پاهاشو شستگی است، بعضیا ناشسته است، در طول روز پاها عرق میکرد. از همین خاطر ممکن بود که شخص کفش بکشه و بعد پیش پاشو بدروید. ای حضرت کفشا را کشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت. امیرالمؤمنینش نگفت. در مقابلش اومد ششت به اجازت رو بروش گفت کیف انت یا هشام؟ ای هشام. گفت چه حال داری؟ احوال پرسیش کرد. دیگه هشام خون در سرش زد. یک پادشاه سیاستمدار در شام زندگی میکردن، درباری ها می اومدن پاهاش نبوسه میکردن. حتی تو همه حد حرمت و عزت اعتبارشو بلند بود. کسی جرأت نمیکرد یک سخن پست بلند گوید. یک باره یک شخص بیاید به اجازت کفشا را کشیده و در مقابل درو برو بشینه و بگه کیف انت یا هشام؟ ای هشام چه خیلی سازی؟ گفت این مرده که سرش ببره قتلش کنه. گفتن یا امیرالمؤمنین تو در حرم اللهی، در حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بطر دمشق نیست، در اینجا شپش کشته نمیشود، در حال احرام حیوانا اینجا را کشته نمیشود. و این مردک از بزرگای تابعین است، هزارها و صدها هزار مخلص هواخواه داره، تیرا کشته نمیتونی در اینجا. گفت یا طاووس ما حملک علی ما صنعت؟ ای طاووس چی دردت رسید؟ چرا تو اینقدر بی‌ادبی کردی؟ این کارا چرا کردی؟ طاووس گفت ما صنعت؟ چی بی‌ادبی کردم؟ گفت چیکار کردم؟ من ندیدم یکم بی‌ادبی در کارم. گفت خلعت نعلیک بحاشیة بساطی ولم تسلم علی بیا امیر المؤمنین و جلست بإیذائی بغیر اذنی ولم تکنینی و قلت کیف انت یا هشام. مردگو وزیده به ادبی زیاد میشود. کفشات در پیشم کشیدی، نمیبینی که این مردم همه موزهاش و قطیان. و یا امیرالمؤمنینم نگفتی، به اجازه در مقابلم شیشتی. در بعض روایات اومده است گفته است دستمه بوسه نکردی، مردم پاهم چک میکنن. با کنیه نام نگرفتی، نام گواره ما جمونده بده که یا هشام میگوی، کنیه قطعی نام نگرفتی. حضرت طاووس سری دزانو ششته بود. گفت اما خلع نعل بحاشیة بساطک فإني أخلعها كل يوم 5 مرات بين يدي رب العزة تبارك وتعالى ولا يعاتبني ولا يغضب علي. یا هشام گفت در پیشت کفش مکشیدم تلخت کفید، الحمدلله من مسلمانم، در یه روز 5 بار طهارت میکنم، این پاهم تازه و آزاده. ای روی بعضی درباری های تر پاهای من تازه تر خوشتره. من هر روز در حضور پروردگار رب العزه که خالق منت است 5 بار این کفش ها را میکشم. بار حضرت خداوندی عتابم نکرد، بار بر من غضب نکرده است، حتی که حس میکنم که خداوند از همین عمل من را خوش میآید. ترا غضبت کرد کجای بی‌ادبی است؟ و اما قولک لم تسلم علی بامیر المؤمنین فلیس کل المؤمنون راضیا بامرأتک فخشیت ان اکون کاذبا. گفت این دعوای داره که چرا به من یا امیرالمؤمنین نگفتی؟ زیرا که بسیاری از مسلمانان به امیریت راضی نیستند، تا همین پادشاهی را به غصب گرفتگی. از همین خاطر از خدا ترسیدم که ترا امیرالمؤمنین بگم، زیرا همه مؤمنان به امیریت راضی نیستند، دروغگو بشیدم. غیرت بینه سبحان الله. یک سخن در پیش پادشاهی میگفتن که ایدو که شمشیرش خون میشه که
و اما قولک لم تکنینی فإن الله عز وجل سمى انبیاءه فقال یا عیسی یا یحیی محمد صلی الله علیه و علیهم الصلاة والسلام و کنا اعداءه فقال تبت یدا ابی لهب و تب. گفت مرا تلخ پیچینگ زده استی که چرا مرا با کنیا نام نگرفتی و هشام گفتی؟ خداوند پیغمبرای نازنین و مهربانش به نام خوانده قرآن، یا یحیی گفت، یا داوود گفت، محمد صلی الله علیه و سلم گفت. دشمناش با کنیا خونده است. تبت یدا ابی لهب و تب. او ابو لهب کنیای اما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و ایلا نام ای کثافت عبدالعزا هست. خداوند با کنیا نامش آورده است. ما تقلیدی با کتاب خدا کردیم، تو را با کنیا نگفتیم، با نامت خوندیم. و اما قولک جلست بإزایی فإني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اذا اردت ان تنظر الى رجل من اهل النار فانظر الى رجل جالس و حوله قوم قائم. این سخنت که دعوا داری که تو چرا به اجازت اومدی در مقابلم ششتی، با اون خاطر کردم که از زبان حضرت علی رضی الله عنه به دو گوش خودم شنیدم که گفت اگر در همین دنیا میخواهی دوزخی را ببینی، شخصی را نظر کن که خودش نشسته باشه و مردم در اطرافش راست ایستاده دست پیشی بر. اومدم در تو صفت سیمتی اهل دوزخ دیدم که همه مردم در طور سر چخت استودیا، فقط تو شیشتگی. از همین خاطر مشایعت کردم در پهلو چشتم که تو از همون دوزخی ها نباشی. وقت این سخنا را گفت، هشام ابن عبدالملک در حیاتش خیلی گپ حق نشنیده بود، هوش سرش کند، پچه گم کرد. گفت یا شیخ عزنی، ای شیخ گفت نصیحتم کن، نصیحتم کن. حضرت طاووس گفت سمعت علی ابن ابی طالب. حضرت علی ابن ابی طالب خانواده بنی امیه دشمن میدونستند. در حضور اونا نام علی را هر کس جرأت نمیکرد بگیره، با استثنای حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی، دیگرها حتی تا به توان شنیدن نام حضرت علی را نداشتند. ای جوان مرد ببینه با ای حضرت علی که تعلیم گرفته است در نزدش مثال ها آورده است. گفت از زبان شکربار حضرت علی ابن ابی طالب به دو گوش خود شنیدم که گفت این فی النار حیات والاقارب و اقارب کالبغال تلدغ کل امیر لم یعدل فی رعیته. حضرت علی گفت در دوزخ مارها و کژدمها هستند که مثل خچیر و مثل شتر و امیرایی را که عدل نمیکنند در زمان امارتشون، ان همه را تا روز قیامت دائم نشسته میستند و بعد قیامت هم همینطور ادامه می‌یابد. بعد خیس برمد برفت. هشام نگاه میکرد، گفت این چی کس است، این چی رفتار است، این چی کردار است. یکی از دانشمنداش، یکی از وزراش گفت یا هشام این محتاج پولیت نیست، محتاج همون مبلغایی که به درباریات میتی نیست. این پروای جان خچم نداره، میدونه که اگر کشتش هم شهید میشوه. صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انا خیلی خصلت رفتار داشتن. ببینید پادشاهی شام یا پادشاهی غسانی ها در بصره، در ملک شام هم در ابتدا بنی قزاعه رفتن، بعدا یک قومی از قبیله بنی کهلان رفت و عاقبت الامر یک پادشاهی درست شد با نام پادشاهی غسانیان.
غسانی ها چندین پادشاه ها داشتن، امپراتورهای روم هم اینا را دستگیری میکردن، زیرا که هم سری قبیله های عرب هم میگرفتن که به ملک های روم هجوم نکنن، هم در جنگ بر ضد ایران اینا را استفاده میبردن. یک پادشاهی بود با نام بنی غسان، بسیار پادشاهی معروف است. مثلا همون قصه های می شود که ابو طالب به شام رفت یا فلانی به شام رفت، پادشاه بصره، همین پادشاه عرب هستند بنی غسان، و بسیار مغرور و متکبر هم بدن، به حد مغرور و متکبر هستند که یکی از همه حاکم ها و شاه ها وقتی که مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت که به اسلام دعوتش میکرد، گرفت مکتوب پاره کرد و فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل رسوندن. حارث ابن عمیر ازدی را یگانه فرستاده پیغمبر که به قتل رسید در همه بصره به قتل رسید. شرحبیل ذی‌الکلاء به قتل رسوندش. آخرین پادشاه این سلسله غسانیه با نام جبله ابن ایهم در سال 13 هجری در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب به دست حضرت عمر مسلمان شد. جبله ابن ایهم مسلمان شد. سال دیگه به نیت زیارت خانه خدا به مکه آمد. هنگام طواف خانه خدا اگه در اونجا همه ریدا می پوشند، همه ازار ریدا داری دیگه، پادشاهی گدایی هیچ تفاوت نیست. یکی از عرب های پایلوچ بیچاره یک کمبغل ناخست نوگ ریدای همین پادشاه را که به زمین آویزان به دست زیر میکنه، ریدا از تنش افتید. از خشم و غضب مردک پادشاه یاخی یک مشت برای همون بیچاره زد. اگر دیگر زمان و دیگر عصر میشید که خیلی میگفتن اگه خدا حوالش به خدا بگذشته صلوات، اما این مسلمان میدونست که در عصر کی زندگی میکند. میدونست که عهد عمر خطاب است، عمر عادل است، عمری که حتی قصاص مورچه را از شیر میگیرد، میگذارد که یک مسلمان در رز خانه کعبه لط و کوب کنن، ای بی جواب مونه. این عدل اسلام رو ببینه. اومد نزد حضرت عمر گفت یا امیر المؤمنین، پادشاه آل غسان جبله ابن ایهم یک مشت به یگان عذر در اون کفر. حضرت دعوتش کرد، گفت یا جبله چه کاری کردگید؟ به تو شرم نداشتی؟ نه از خدا شرم داشتی، نه از بندگان خدا شرم داشتی؟ این کاری تو اصلا از روی اسلام درست نیست و در اسلام تو باید مجازات شوی. گفت مجازاتش چی است؟ گفت صبر میکنی میستی اون مردک یک مشت در رود میزنه چه خیلی تو او را زده بودی، یا که شاید عذر خواهی کنی، اگر عذر تا بپذیره به همه جانت خلاص. سبحان الله. گفت شما از پادشاه را من خیلی قصاص میستونه؟ آخه من پادشاه هم نخواه یک پایلوچ ما را بزنه یا که ما از او عذر خواهی کنیم، هیچ علاج دیگر نداره، نمیشه یا دست مشبتم جانم خلاص شد. گفت نه نمیشه وجوره. اسلام است، در پیش اسلام همه برابرن. این اسلام بزرگ به حد تأثیر کرده بود که شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید که قسم به خدا آدم در تعجب میماند. پادشاهایی که از نامشون دنیا به لرزه می اومد، پادشاهایی که از هیبتشون دنیا می لرزید، چنان عدل داشتن، در عدل چنان قایم بدن که قسم به خدا در تعجب میمانید. ولی شما سیاستنامه نظام الملک بخونه ببینه، همون سلطان محمود غزنوی که قدر دوره سویتی تنقیدش میکردن، سلطان محمود غزنوی که نامش پادشاه ها در تاج در نگین هاشو می نوشتن چقدر عدل داشت. این پادشاه های اسلام با شرافت اسلام چنان عدل های کردن که در تاریخ مثل افسانه واری مانده است، اگر چند حقیقت است. در تاریخ ما میخونده، من توازی در یادم است که در باره امپریای ترکیه عثمانی که پادشاهاش به حد غضب داشتیان، به حد سیاست داشتیان که اگر یگان وزیر گویا که
گپ شونه نمیگرفته است، گپ نگیره اوسو یگان وزیر اگر معقول شونه میشیده است یک بند ابریشمیش میفرستادیان که مقصد خدا دور بکش. او وزیر در رو میگرفته کسی دور میکشید است. تهمت میزنن قسم به خدا. در اسلام خودکشی حرام است، هیچ مسلمان اینا نمیکنه، لیکن خانه سوخته در تاریخ ها می نوشته نمیره. اینا بگیره تاریخ اسرهای میانه در دوره سوویتی هم خونده بوده. امپرای عثمانی را ببینه، ترکای عثمانی، ضبط کنستانتینوپل، این همی سفسطه ها زیاد است. اگر اونا اینقدر ظلم می داشتن هیچ وقت ملک اونو 500-600 سال ادامه نمیکرد. عاقبت ظلم پایدار نیست. هر پوچایی که ظلم کنه، ناعدلی کنه، خداوند زود خراب میکنه سر مملکت.